امشو خدا کم، امشو خدا کم، تا باید خواه واران، تا باید خواه واران، سر تا و پا ترم کی، سر تا و پا ترم کی، جوی هر دجار واران، جوی هر دجار واران. آهای آقار بخیر. خدا بد نده، توی بیابان چه کار میکنین؟ چرا پخش و پلا شدین رو زمین؟ راهمان را گم کرده ایم، نمیدانیم چه کنیم. ای داده بیداد، 3 تا زن راه افتادین توی بیابان برهوت، پی چیه؟ مرداتان کجان؟ ما مرد نداریم، تنها هستیم. تنها راه افتادین؟ نگفتین خدای نکرده یه وقت گرگی شغالی آدمیزادی شیر ناپا خورده میاد سر وقتتان؟ ای کیوانو چرا خوابیده رو زمین؟ خاری خاشاکی چیزی میره تو جانش، خدا رو خوش نمیاد. بلندش کنین، بلندش کنین. دست از سرم بردارین بزنیم بخوابمه. گایگا پاشو، اینجا پر مار و موریه، نیشت میزنه نا. پاشو پاشو. این دیگه کیه؟ اینجا کجاست؟ ای داد، ما که هنوز آواره بیابوناییم، پس کی میریم تو کوزه؟ کوزه؟ میخواین برین تو کوزه؟ نه. آره. خیر، ما میخواهیم برویم به شهری که نامش تهران است، اما هرچه میرویم نمیرسیم. پای پیاده که نمیشه رفت خواهر. تهران اینجا خیلی راست، باید با ماشین برین. بله میدونیم، اما ماشین از کجا پیدا کنیم؟ توی بیابان که ماشین پیدا نمیشه. جاده تهران هم اولاست، تا بخوایم برین سر جاده شب شده. کلا و خروای ما همین نزدیکی هست، پشت این تپه. امشب مهمان ما باشین، فردا خودم راهیتان میکنم برین تهران. نمیام مهمونی بخوره تو سرم. خواهرکم گم شده، من برم مهمونی. خواهرتان گم شده؟ همینجا؟ گم نشده، تهرانه، داریم میریم پیشش. به سلامتی. حالا دیگه خسته این، بریم خانه ما، یه لقمه نان پنیر هست دور هم دیگه بخوریم. فردا به امید خدا با مینیبوس برارزنم راهیتان میکنم برین تهران. تعارف نکنین. بفرمایید. واران ترم کرد چرخی چاویلت عزیزکم لر درم کرد. مش رحمت واران به واران. آهای مش رحمت، مگه کری نمیشنوی؟ بیا وضوده بگیر، نماز ده بخوان، اینقدرم من حرص نده. تو را به ارواح خاک اون مرده ها، بیا یه امشب سر سفره همه دور هم باشیم. آخه این چه شبانه روزه نشستی سر این بام که چه؟ ای کورا تو چه کار به کار مداری؟ من وضو گرفتم، نماز ایجا سر بام خواندم، پایینم نمیام. برو الهی آسمان خورم بیا به رو زمین ورداره. خیلی خوب نیا. نرو سی کن. اونا کیان دارن میان طرف ما؟ ها؟ کیا؟ اونا. خب خدا داده یه چند تایی هم همراهشن. خودشانن، همونایی که آسمان آمدن پای. رول خدا داد خودتی؟ با کی همراه؟ سلام دایگا، مهمان آوردم براتا. ای قدمشان رو چشمم، خوش آمدین، بفرمایید. خانم بزرگ، 9 تا دختر دارم کنیز شما، همه شانه دادم شما. این خدا دادم غلام شما، همون که خدمتتان کردم. تعتقادی و یه دانه پسر، آخه بی پسر که نمیشون.
4 ستون بدنشان سالم باشه با شمای دوست، یه هیچی نمیخواد. این گلنسا خانمم که میبینی، خانم بزرگ گوشت با منه؟ خانم با شما. خیال کردم خوابت برد. نه خیر. داشتم میگفتم این گلنسام عروس من، مثل دختر خود من. این ستام نوه‌ها من. این آقا مرتضی کلاس اوله، ماشاءالله درسش خیلی خوبه، میخواد آقا مهندس بشه. اگه ای گذاشت. مرتضی جان 20 تا نشان خاله خانم ها بده. آفرین، چه پسر زرنگی. این دوتا هم شیر به شیرن. اینجوری نبینین مظلوم نشستن، الان از شما خجالت میکشن. یک بلاهایین که فقط خدا میدانه، علل خصوص او کوچیک مادرش آسی کردن. همه دفتر من قدی میکنه. من نمیکرد، نرگس کردی. ده چه خبرت ها؟ آخه آرام بگیرین. آقا تو یه چیزی دستا بنارس پایین، بده شهی تاقه نشان میدی. تونه به خدا قسمتان میدم شما همین آسمان نیفتادید پای. وای خاک به گورم، آسمان کدام مرد؟ شما به بزرگی خودتان ببخشید. آخه زمینای ما زیر کشت دیمه، یه چند وقتی هیچ باران نیامده. به این خاطر این بنده خدا 40 شبانه روزه رفته نشته سر بام زیر آفتاب و مهتاب به امید 2 چیکا باران. ای ننه. روی من سیاه. رو دشمن سیاه باشه، رو شما چرا سیاه؟ یعنی میگم هر کی دیم جایی بود تو این زل آفتاب خیالات میزد سرش. خیالات چیزه کیبانو؟ میخوام بدانم اینا اون بالا چه خبر دارن؟ بالاخره میباره؟ نمیباره؟ اگه نمیباره ای 4 تا حیوانو بفروشم خرج بدبختی من کنم. خواهرم دلم از دوریت خون است. استغفرالله. این رسم مهمان نوازی آخه پیرمرد، جای اینکه دل مهمانای شاد بکنی خون بکنی جگرشان. پاشو مرتضی جان، پاشو چند تا اون شعره قشنگ ده برای خاله خانما بخوان، حوصله‌شان جا بیا. قربان او قدت برم، برو بینم. آره امشب بهمون آقا مرتضی هستی. با مرغا سلام اول پرسی میکنی؟ آره اونا سلام کردن منم جوابشون رو دادم. حیوانا که حرف نمیزنن مگه کارتونه؟ خیلی هم خوب حرف میزنن، الان نشونتون میدم. وای تو چقدر خوشگلی. بیا ببینم. به من میگی اسم چیه؟ چی؟ فندوق؟ چه اسم قشنگی. خاله کلک زدی یا اسمشو بلد بودی؟ چی؟ فندق میگه به نرگس و هاجر بگو اینقدر بی خودی منو بغل نکنن فشار بدن. خاله اگه راست میگی با این حرف بزن. با کی؟ نه ترسیا، این یه بچه اژدها الان کوچیکه، وقتی بزرگ بشه از دهن آتیش در میاد. سلام اژدها کوچولو، احوال شما؟ بله چشم، الان بهش میگه به آقا مرتضی بگو من اژدها نیستم، سمندرم، بچم خودتی. من بچه نیستم، خودم 7-8 تا بچه قد و نیم قد دارم. الانم همه دارن دنبالم میگردن. ولم کن برم سر خونه زندگیم. خاله دروغ نگو.
تو خوشت میاد مادرتو بندازن تو قوطی؟ نه. پس ولش کن بره. چشم. برو خانه‌تم. آفرین. حالا بچه‌هاش خیلی خوشحال میشن. بودیم بریم تخم مرغا رو برداریم، مادرتو منتظره. به به، چه تخم مرغای قشنگی. با اجازه. چقدر وول میزنه. به گمانم پسرم. شکم اولته؟ بله؟ میگم بچه اولته به سلامتی یا غیر اینم داری؟ خیر، من بچه ندارم. پس بچه اولته. آقاتان چی کار است؟ بله؟ شوهرت کارش چیه؟ شوهرم من هنوز عروسی نکردم. عقد کرده ای؟ آری، من و صبا عقدمان را در آسمان ها بسته ایم. ها، پسر عمو دختر عموین. بله؟ هیچی خانم جان. چه عطر خوشی. این خوراک چیست؟ تخینه است. گندم و دوغ و جلو آفتاب خوش میکنن، با نان و داغ و پیاز قاطی میکنن، میشه تخینه دوغ. بفرمایید. بسم الله، بفرمایید. تعارف نکنین، سفره‌ای که افتاد تعارف نداره. چه خوش آب و رنگه. چه بوی خوشی. به به، حظ کردم. دست پزندش درد نکنه. نوش جانتان. از اون اشربه ها نداری؟ شربت میخواین؟ نه، از اون سیاه ها. چی بود؟ نوشابه. آها، همون. آخروم سیاه نداریم. وقتی مرتضی جان برو در خانه خالو صمد بگو ننه کوکب سلام رسان، گو برامان مهمان آمده. بی زحمت یه توکوپا بیا در دکان واکو چند تا نوشابه خانواده بده. قربان و قد بالات برم بدو بینم ما چجور میایی. نه نمیخواد آقا مرتضی، زحمت نکشین. نه نوشابه میخوام. خب بچه دلش نوشابه میخواد. دست درد نکنه آقا مرتضی. زودی برو زودی هم برگرد. هی باران باران باران. ها چی شده ها؟ باران داره، باران میاد. باران کجا بود مرد؟ بگیر بخواب. ای سه کنج نکه، صورتم خیس شده.
ای خدا چه بکنم از این پاک شیر شده. چه چیزش نکه؟ بارانه، دست بزن. حالا گیریم بارانه، تو اتاق نمیباره. خب همین کار ایناست. گفتم که آسمان آمدن. ای خدا نمیدانم چه بکنم دستی. سیکن خیس آبه. خب گرمت شده، عرق کردی، بگیر بخواب. انقدر سر صدا نکو، مهمانا بیدار میشن، خوبیت نداره. باران میاد. حالا ببین کی گفتم. خیلی خوب، حرف تو بارانه. میذاری بخوابم یا نه؟ من چی کار به کار تو دارم؟ میخوای بخواب، میخوای نخواب. ای استغفرالله. جنه که راست میگم، پاک شد شده. باران به خداونده خدا بارانه. وقی زده که وقی اینها نگاه کن. این چیه؟ بارانه دیگه. ای خدا منو بکشه، دست این مرد راحتم بکن. نه روز دارم نه شب. هی میگم نرو بشین سر بام تو آفتاب. خود دیوانه شدی، خود زده به سرت، خود مغزت جوش آورده. آخه بارانم بیاد سر بام میاد، تو اتاق نمیاد. این همه سال از خدا عمر گرفتی، کی دیدی تو اتاق باران بیاد؟ اونا یک تیکه ابر اون بالاست. سیکن نگو شد شدی. کو؟ اونا کجاست؟ کجاست؟ خدا شرم بده. رفت پشت رخت خواب بگه. ای خدا عقلت بده. الان میگیرمش. خودت ببین. بیا بیرون. کجا رفتی؟ الان میگیرمت. کجا رفتی؟ بیا بیرون، خودت نشان بده. این زنه به من نگه شد شدی. بیا بیرون. بیا بیرون. کجا رفتی؟ بالاخره میگیرمت. نمیتونی از دست من فرار بکنی. ای کجا رفتی؟ کرا خودت نشان بده. چیزه؟ چه شده بابا جان؟ چرا اینجوری میکنه این نصف شبی؟ افتاد همینجا. چه افتاد؟ ابر. یک تیکه ابر از اون بالا افتاد، رفت پشت رخت خوابگن. خواب دیدی بابا جان؟ بابا بیا بگیر بیرون، بخواب. خودت نشان بده. بگیر بخواب. این زنه به من میگه شد شدی. تو اون بالا بودی، من خودم با این جفت چشام دیدمت. ای کجا رفتی؟ ای ننه، ای بیبی، به دادم برسی، به دادم برسی. اپوش نمده. ای بیبی هول نکنی خواهرجان. آی ابرکه آی ابرکه ننه. آنجا رفته ای چه ننه. کار؟ بیا پیش خودم. الهی آتیش نگیری بچه، زهره ترکم کردی. آی قلبم داد آی. ای خودت رو هم ننه. که خیس کردی، این ای مگر ننه. قرار نبود ای خبر ننه. کنی؟ نزدیک بود سکته کنم، قلبم گرم گرم صدا میده. ای قابلش کن زود. ننه. سلام. 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 روم سیاه، بیدار شدین از سر و صدا؟ نه کدوم صدا؟ ما که صدا نشنیدیم. خیال کردم از داد و هوار مشرحمت بیدار شدین. آخه بنده خدا خواب دیده داره باران میاد. از بس که تو فکر بارانه شبم خوابش میبینه. همش زیر سر این آتیش پاره است. کم مونده بود منم زهره ترک کنه. بله؟ نه خیر، منظورشون اینه که به امید خدا همین روزا بارون میباره. ای خدا از دهانتان بشنوه. خوش بخوابین. مگه قرار نبود مواظب ابرکت باشی پری خانوم؟ حالا مگر چه شده؟ دیگه میخواسته چی بشه؟ رفته بالا سر پیرمرد بیچاره باریده، خون زندگیشونو خیس کرده. برای مشرحمت که بد نشد. او باران میخواست که بارید.
از این یه وجب بچه که کاری بر نمیاد. اگه ارزه داری قوم و خویشهاشو خبر کن اینجا ببارن. قوم و خویشهایش همه بیمارند. ابرهای بارورم رو هم که فرستادم بر فراز جنگل ها باید سیراب شوند. میگم پری، ای کاش میتونستی یه کاری براشون بکنی. تفلکی ها خیلی چشم راه بارونن. همینو بگو. 2 چیک بارون که به جایی بر نمیخوره. اجالتا از هیچی بهتره. دل این پیرمردم یه خورده آروم میگیره. باشد. پس ناگزیرم صبا را خبر کنم. بیا. تا ما یک کلوم گفتیم باز فیلش یاد هندستون کرد. لازم نکرده بگیریم بخوابید. میروی تا به قلعه باداشیان برسی. صبا را از خواب بیدار میکنی و میگویی ابر پری سلام رساند و گفت بشتاب که کشتزار کوچک مشرحمت هم از بیداد آن دیو بدسرشت در امان نمانده. بگو برود به جنگل‌های بهارآلود باغدره و چاوشان و رمه ابر بارانزا به این سو بوزاند تا کشتزار مشرحمت سیراب شود و دلش آرام گیرد. زود بر میگردی ها، چشم به راهم. چه دردته؟ از چیه زر میکنی؟ درد بی دوا گرفتی؟ درد بی دوا میگرفتم خوشترم بود. باد یامور میافتاد به سینم بهترم بود. این چه بلایی بود آوردی به سرم خون کردی به جیگرم. از گوشه خیال من گذر نمیکرد آق بابا ابوشم تاج سرم قبای تنم شال برم زن بابا میاره به سرم. ای خاک به اون سرت. زن بابا قصه داره. آره که قصه داره. زن بابا اگه نونت بده تو سوختونت دونت میده. ای نور دیده تصدقت شد. تو که به سر ضمیر آق بابات آگاه نیستی زر مفت نزن. فقط گوشتو باز کن ببین چی میگم. اولندش ناز به فلک زدم. نه که به دنیا که اومدی سر ننتو خوردی. آق بابات میخواد واسهت ننه بیاد. من سر ننم خوردم یا تو؟ حالا هر کی خورده نوش جونه. من اصلا ننه نمیخوام. آق بابام هم برام باباست هم ننه. دیگه چی؟ بنده اپوش دیو پلشتی و خشکی بشینم سر اولاد بجورم
به سال مادینه قصه ببافم؟ چطور برای چلیته بپوشم یه قرم بدم؟ زبونم لال، من فقط گفتم ننه نمیخوام. نمیخوای که نخوا، به جهنم سیاه. آقا بابات قصد تجدید فراش داره، حرف نردیبم یکیه. اگه گردن نمیذاری جه گورمرگ تو از این شوکت رو گم کن. هری سیل بخر برای بیفته که دلمو گداختی. خسته و شکسته این دنیا بشی که من رو از داغ دل آقابام انداختی. پریشون نگو ناز بالا دختر. این پریه، دلش بلوره، مهرت به دلش میشینه، سرتو میذاره تو دومنش میجوره، برات قصه میگه. بده اصلش به دلم نیست این پریزاده ایکمیری زن آق بابام شه. واسه تیم با شخصیت داره مثل آق بابا اپوش افت داره از پریا زن بستونه. گل زنشون میباس از یه تاقار باشه. اگه دیب دخ بود بهترک بود. آقا ای دختره یه شوریده، دیب دخت از کجا بیارم؟ دیبی به دنیا نمونده، همین من موندم و تو. آق بابا جسارته. اگه چنینه بیا با حجره دلتو از مهرزم بروبم مگه به حکم منه؟ تا دنیا بوده دل بلاکش دیو خونچکان عشق پری بوده. چه برسه به ما که طالعمون با طالع این پری جزم و جفت شده. خوفم از اینه که عاقبت شیشه عمرت به سنگ این عاشقی بشکنه، رشک پری بلا پرورده بیلون و زیلون این دنیا بشه. نترس، شیشه عمر دیو فقط و فقط یه نفر به دنیا میشکنه، اونم ملک جوانبختی که نسلش بر افتاده. ملتفت شدی؟ ملتفتم، اما به دست خودم نیست آق بابا. تو دلم سنگ خارا آزیاب میکنن. میدرزن این پری ایکمیری از سر حسودی بلایی واسم به جنبونه. آقا دیب دختر، عقل تو به کجا گم کردی؟ اون چه به دل پری راه نداره حسادته. پاک مست مجنون شدی آق بابا. این چمچه خاتون از برات زن نمیشه. این آب تو خشکی، این شیشه است تو سنگی، این اطلس تو قیچی. ای نور دیده، از بس چتر پتر بافتی نذاشتی دومندشو بگم. دومندش ملتفت نشدی منظور نظر آقا بابا چیه؟ هر کاری آقا بابات میکنه از سر فضل و دانشه. امورات دل بجاش، طبیعت امور عالم بجاش. تا وقتی این نازبری خانوم ول به چرخ گردون به مراد دل ما نمیگرد. اما زن و شوهر حکایتش فرق. زن کنیز شوهره، نباید شوهر به شوهر حرف بیاره. اگه این وصل از سر بگیره ملتفتی چی میشه؟ چی میشه؟ آقا پوش با دل راحت و سر فارغ گلستونو میکنه خار و خارستون، باغ و باغستونم میکنه کویرستون. خودش میشه چی؟ پادشاه این خرابستون. برازم به این فصل و فضولاتت. خصوص ترک میگفتی. آق بابا حالا که چنینه این چمچه خاتون رو پری سنگستونش کن تا عوض آبازی بشینه خودش با خودش دخل سقل بازی کنه. دخل سقل بازی کنه.
این صدای چیزه، یعنی گوشام درست میشنفه. بوی کاکل میاد. کوکی جان، بوی کاکل میاد. کوکی، قربان شکل ماهت بشم، باشو گوش بده ببین این صدای وارانه یا من باز شد شدم. ای چیزه؟ چه شده؟ بازم خواب دیدی بابا جان؟ بگیر بخواب. وخی گوش بده، داره میباره وارانه. ای خدا، شکرت. قدمتان سبز بود، سبک بود، خوب بود. تو را با خدا یه چند روز دیگه بمانید. نمیشه دالک جان، کار واجب داریم، باید بریم. برگشتنی اگه قسمت بود بازم زحمت میدیم. ای قدمتان رو چشمم، خانه خودتانه. هر وقت آمدی خوش آمد. چشمت سلامت. به به چه دخترایی. بفرمایید خانم جان، رژی براتان پختم با یه خورده سرشیر که تو را ضعف نکنید. به به. اگه یه وقت کاری چیزی هم داشتید به گل محمد بگید، غریبه نیست، برادرمه، رو در وایسی نکنید. خاطر جمع باشه، سعی و سالم میرسانمشان. خوش آمدین، منت گذاشتین، ولی تونه به خدا اگه یه بار دیگه آسمان اینجا رد شدین یه احوالی هم اما بگیرید. نقدن که کار ما رو زمینه. ببخشید تو رو خدا، این هنو حالش جا نیارد. خوره چی میگی؟ بله خاله بگی، مرغ سرنسون گفت قابلی نداره. از طرف من از خانم مرغ تشکر کن، بگو صاحبش قابل داره. خدا نگهدار. خدا نگهدار. مراقب همدیگه باشید. خدا نگهدار. برو این خانمای دستت سپرده ما مواظبشان باش، خاطرت جمع باشه. خداحافظ همگی. کوکی هر چی مخوای بگی بگو، اما اینا آسمان افتادن پای، من شد نشدم.
جور کشید. اپوش انوش کیه؟ موش بود موش، من دیدمش. موش تو ماشین چه میکنه؟ راست میگه، رفت زیر صندلی، منم دیدمش. از این موشگنده ها بود، رنگش هم سفید بود. نمیدونم، لابد قاطی باربونی خودم بوده. صبر کن بیام ببینم چیزه. موش نبود که، یه کبوتر سفید بود، از اون پنجره رفت بیرون. کجا؟ اوناش پر زد و رفت. خب الحمدلله هرچی بود سرش کنده شد. خواهرها برادرها بنشن سر جاش، هم میخوایم راه بیفتیم. یه صلوات بلندی خرد کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نترس، دیگر جایت امن است. قربان شما مرسی، خدا شما خیر بشه. خاله خانم دیگه رسیدیم. اینم تهران. اگه تو را بدم بد گذشت حلال ما میکنیم. تهران اینه؟ تازه یه گوشش کجاشو دیدی؟ اینقدر بزرگه که سر تا نداره. شما تا حالا تهران نیامدین؟ خیلی نخستین بار است که به این سرزمین سفر میکنیم. راستی میگی؟ دروغ من چیست؟ آه چه بوی گندی، دلم آشوب شد. چیزی نیست، بوی گازائیله. گازو چی؟ حالا خانم گازائیل همه که تو ماشین میریزن راه بره. چه چیزا؟ اقلکم یه عطری گلابی چیزی قاطیش میکردن. باشین زود باشین راه بیافتیم، وقت این سوالا نیست. کجا بریم؟ مگه قرار نبود ببرتمون؟ اسمش چی بود؟ قوزه؟ کوزه؟ موزه خواهم. آها همون موزه. اینجا ترمیناله، اگه میخوام برین موزه با برین اونجا که ماشینا وایسادن سواری بگیرین، نشانی موزه رو بدین، خودش هم میبرن ادام. سواری دیگر چیست؟ ببخشید بیادبی ها، شما مال کجاین؟ ما از آن کوههای بلند آمده ایم، از آنجا. کوها چرا یهو گم و گور شدن؟ مادر جان سر جانشانن، گم و گور نشدن، اینقدر تو هوا دوده پیداشون نیست. ای داد بیداد، پس من چجوری برگردم خونم؟ آقای گل آقا دست شما درد نکنه، پاشو زود باش راه بیافتیم. خدا نگهدار. ای ننه صبر کن. خداحافظ، از این طرف. اگه میخواین سواری بگیرین از اون ور باید برین. به چی نگاه میکنی؟ برو بینم. چه خبرشونه؟ انگار دارن سر میبرن. ابرکم نیست. ابرکم کو؟ وای. ای روزگار. ابرکم را با خود کجا میبرید ای آقای گل؟ زود آن را به من برگردان. خانم چی شده؟ داشتی برای ما شهر درست میکردی ها؟ اگه ترمز نکرده بودم هم تو بدبخت شدی ده هم ما. ابرکم را در عرابه شما گم کردم. ابرکم کجایی؟ جانکم، عزیز دلم، ابرکم عزیز جانم، قربانت شوم. چرا سیاه شده ای ابرک جان؟ کاش ابریت میمرد و تو رو این گونه ناخوش نمیدید عزیز جانم. بیا برویم. بر شیطان لعنت. خوابم یا بیدارم؟
بفرمایید. کجا؟ من که نباید بگم، شما بفرمایید کجاش میبریم، من برسونمتون. بفرمایید، اتومبیل حاضره. بفرمایید. این عربه عجیب سواری؟ یس، متعلق به خودتونه. چه آدمی زاده نیکی. اختیار دارین، ایرونی و مهمون نوازیش. سیتام پلیز، سیتام پلیز. در هست دیگه. آری در بس. شما کجایی هستین؟ ونزوئلا هستین؟ خیر، ما آن سوی کوهی هستیم. مال ترکیه این. سنه چاکر، سنه مخلص. با عرابده سیزدنده. قابلین یخت باجلر. بفرمایید پیاده شیم. به سلامت. پیاده شیم؟ آخه شما که نشونیتون رو نمیدونین واسه چی سوار ماشین میشین؟ ما سوار نشدیم، شما خود خواستار شدید. من غلط کردم. من 20 سال پیش بار خواستگار شدم، واسه 77 پشتم بسته. مسافری که نمیدونه کجا میره بی خود سوار تاکسی میشه. ما که گفتیم میخوایم بریم موزه. باز میگم موزه. بابا، باجیلر، خانوما، مادمازلا، سیسترا، 100 تا موزه تو این تهران هست. آخه کدوم یکی؟ کجا؟ تو کدوم خیابون؟ من بدبخت کدوم وری باید برم؟ ببینید آقا، ما مال این شهر نیستیم. بله فهمیدم از پشت کوه اومدیم. آری، از پشت آن کوههای ما تو این شهر غریبیم آقا. جایی بلد نیستیم. داریم دنبال یه چیزی میگردیم که مال ماست، اما دزدیدنش. آری، دزدیدند و بردن به جایی دور، خیلی دور. سپس انسانهای خوب آن دزدان را به دام انداختند و آن چیزی را که ما در پیش هستیم آوردند گذاشتند در موزه. سپس وای جونمو به لب رسوندی شما دوتا. یک کلوم بگید دنبال وصیت بیبی آبپری هستیم و خلاص. وصیت بیبی آبپری؟ آره ننه، ما 3 تا که میبینی نوه های بیبی آبپری هستیم، دختر شاه پریون. همون روز وصیت بیبی ما رو نوشته رو کتیبه، آورده گذاشته تو قلعه طاق بسو. دزدام کتیبه رو دزدیدن. بفرمایید پایین. من همینجوری سیمان قاطی داره دیگه، خدا رو خوش نمیاد از این قاطی تر بشم. من زن و بچه دارم. بفرمایید پایین. همه مسافر رو زمینه. شانس ما رو و خود این 3 تا دیوونه نصیب ما باشن. چرا همچین کردی؟ نمیدونم. انگار عقلش پاره سنگ برمی‌داشت. اون بیچاره تقصیری نداشت. هر کی دیگه هم جای اون بود از دست شما دوتا دیوونه میشد. از دست ما؟ مگه ما چی کارش کردیم؟ چیکار کردیم؟ ما از آن سوی کوه آمده ایم. ما نوه های بیبی آبپری هستیم، دختر شاه پریون. خب هستیم دیگه، مگه دروغ گفتی؟ خواهرم
بزرگترم، تاج سرم، اینجا زمینه. هر کسی این حرفا رو بشنوه خیال میکنه ما دیوونه ایم. چند دفعه بگم؟ خیلی خوب، من دیگه لالمونی میگیرم. اگه یک کلمه حرف زدم حال چه کنیم؟ چگونه برویم موزه؟ نمیدونم، دیگه فکرم کار نمیکنه. خسته شدم.